یکی از مشکلات و چالشایی که تو توالت واسمون پیش میاد اینه که پایه نگهدارنده شلنگ آفتابه میشکنه. چه کارش کنیم اینو حالا بخوایم مشکلمون رو برطرف کرده باشیم؟ من با یه بست مشکلمو حل کردم. بریم با هم دیگه انجامش بدیم، شما ببینین و استفاده کنیم. دوستان عزیز سلام، مجید محمودی ام با آموزشکار تجهیزات در خدمتتونم. پیشنمایش دیدین دیگه، پایه شلنگ آفتابمون میشکنه، چالش میشه واسمون که چه کار کنیم آقا اینو. یک ساده ترین راهش اینه که شما میرین نمونه یه چیز شبیه خودش میرین تهیه‌اش میکنین و میارین اون قبلیه رو وا میکنین و دوباره اینو میبندین سر جاش، میشه مثل روز اولش. اینا فقط یه چیزی رو که داره باید حواستون باشه، اونی که قبلا روی کار نصب شده، دو تا سوراخی رو که رو دیوار هست فاصله شون با این دو تا سوراخی که روی این یکی جدیدی که دارین میگیرین یکی باشه، میتونین، شکلش مهم نیست، شکل ظاهریش مهم نمیشه دیگه. اینجا اینا که شبیه اینی که رو دیوار بود دارین رو برین تهیه کنین، بیارین دو تا پیچ قبلی رو وا کنین و این دو تا پیچ جدید این یکی رو بذارین رو کار ببندین و کارش تمومه و میتونین دوباره جای شلنگتون رو داشته باشین و ازش استفاده کنین. فقط یه چیزی هست واسه اینا هم یکم شکلای متفاوتی داره. خیلیاشون هست اینجا یه دونه خار داره، خیلی از اینها شده واسه خودم هم در حین نصب اتفاق افتاده، اومدم درش بیارم فشارش دادم شکسته. این خاری رو که این پایین داره یه کوچولو میاد پایین، این قابش رو میکشیم بالا و به ساده ترین شکل ممکن در میاد. اینا داخل خودش یه فضایی داره، پیچ و رول پلاکش هم اصولا داخل خودشه. این فقط موقعی که داره نصب میشه باید حواستون باشه، این قسمتی که صاف و صیقل رو به بیرونه، این قسمت حالت خالی هم داره، اون قسمت میخوابه روی دیوار. این بالهاش قسمتی که این خار داره که داخلش باید جا بخوره، این حالت داخل جا میخوره و میشه مثل قبلیش و شما نصبش میکنین و شلنگ رو میذارین سر جاش و دوباره ازش استفاده میکنین. به این جزئیات ریزی اینا حواستون باشه که سالم نصب بشه و بذارین سر جاش. بالا کشویی جا میخوره و خارج جا میخوره، سر جاش صفر میشه و در نمیاد. مدلای دیگه هم داریم، شکل ظاهریاش زیاد فرقی نمیکنه چی باشه، فقط جای این که شلنگ رو بتونین جا بزنید هستش و فقط یکم توی باز و بست کردنشون. اون از پایین یه خار داشت، خار به پایین فشار داده میشه، روکشش در میاد، میشه باز میشه. این یکی نه، تغییرش دادن، یکم حالت دوتا خار داره و یک حالت پیچشی داره. این سر جاش یا ثابت نگهش میداریم یا اگه رو دیواره، به اون قسمتی که حالت خالیگاهشو داره این قسمت میچرخه و میاد در میاد. اینا باید برابر اون جایی که واسش تعریف شده باشه و میاد به این شکل در میاد. ببینین این قسمت دو حالت زبدری، دو تا قسمت کوچیک‌تر داره که خارای این میره داخلش و دو تا قسمت بزرگتر اینجا که روکشش جا میخوره، نیم دور میچرخه و میشه نصب. داخلش هم دیدین ریخت، واشر واسه خود شیلنگ، یه واشر کوچولو داریم و یه واشر بزرگتر داریم، واشر 1/2 و واشر 3/4. صرف اینی که دیدین بعضی سرشیلنگا سایزشون 1/2، این داخل 1/2 جا میخوره و زیر شیلنگ آفتابه ها یه دونه تبدیل بزرگتر داره. بعضی از شیران 1/2، بعضی 3/4. این مال اون داخل اون 3/4 است. پس اینا رو هم باید حواستون باشه موقع نصبش بذاریم. پس این شد شکل ظاهری های متفاوتش. اینم قسمتی که صاف و صیقل باید رو به بیرون باشه و این قسمتی که شیا رو برآمدگی اینها رو داره، صرف اینه که این خارا میره تو میچرخه، به دیوار گیر نکنه و این قشنگ روی دیوار بخوابه. این میشه قانونیش و آنچه که داخل خود شیلنگ هستش و شما میتونید، گفتم فقط با رعایت کردن این فاصله بین سوراخ‌ها. اینم صرف اینه که دیوار رو نخواد دوباره سوراخ کنین، رو همون سوراخ‌های قبلا شده بخواد ببندین. میرین اینو تهیه میکنین و میارین دو تا پیچ وا میکنین و دو تا پیچ جدید میبندیم روش. ولی مثل من الان شلنگم پلاستیکیه، اون پلاستیکی شکست، پیدا نکردم یا نخواستم، هرچی یه دونه بست تکلایه سایز 1/2. اینا سایز متفاوت داره، 16 هم داره این اتفاقا این بستا و بعضی از اینا هم هست کنارش یه خاری داره که تعداد بخواید سرهم کنین و یه سری لوله رو کنار هم بذارین، خار داره داخل هم جا میخوره، 1 2 تا 10 تا هر چقدر که بخواین میتونین دسته‌ای درست کنین.
سایزش رو گفتم حتما رعایت کنین. بهترین سایزش اینه که 1/2 تهیه کنین و اینا وسطش یه تک پیچ داره. اون قبلیه که شکسته، حالا هرچی هست اونو بازش میکنین. اگه تک سوراخ بود چه بهتر، همینو پیچشو وا میکنین و اینو دوباره میبندین و شلنگ داخلش میذارین که الان میرم انجام میدم ببینین. اگر نه 2 تا سوراخ بود میتونین یکیشو هر کدوم که مناسب تر بود بذارین رو کار ببندین و یکی دیگه شو حالا یا باشه نخواستین با یه چیز ملاتی سیمان سفید یه چیزی میتونین بیارین پرش کنین و دیوار ظاهر دیوار رو هم خوشگل شده باشه و بتونین ازش استفاده کنین. بریم من اینا رو درست میکنم، این حالت داخل میذارم که شما ببینین چه اتفاقی میفته و نصبش کامل بشه. این همون سایز کوچیکی که گفتم داخلش قرار نمیگیره و لوله داخلش جا نمیشه، پس بهتره 1/2 تهیه بشه. بریم با هم دیگه رو کار نصبش کنین، شما ببینین ازش استفاده کنین. توضیحاتی رو تا اینجا دادم واسهتون خوب و مفید بود. اون لایک رو بزنید، منم خستگیم در بیاد. کانال سابسکرایب ندارید این کارو دوست داشتین انجام بدین و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که کلیپ جدید گذاشتم بتونین بیاین ببینین و ازش استفاده کنین. بریم تو کار نصبش کنیم. خب اومدیم در محل و ببینین شلنگ آفتابه گفتم پلاستیکی، اون تبدیلی هم که گفتم از شلنگ اینه سایز 1/2 و میاد اینجا میشه سایز 3/4. شلنگ رو گفتم میذاریم اینجا شلنگمونه که ببینین جاش هست، رد قبلیش هست و جای شلنگ رو آویز میشده و پایه شلنگ آفتابمون بوده که کنده شده. این حالت یا دور خودش شیر میندازیم یا سر شلنگ رو میذارن تو آفتابه که دیگه نمیخوام این کارا بشه. اون بستی رو که من دارم میخوام رو همین یکی از این سوراخایی که قبلا اینجا دارم، چون پلاستیکی میگم اشکال نداره، کارم راه میفته باهاش دیگه. ترفندیه واسه خودش، یه دونه بستونه 5 تومن 10 تومن بیشتر نیست، ولی اون پایه ها خوبش اونه، ولی دیگه باز قیمتش بالاتره. صرف اینه که یه بست داشتیم بتونین کارتون رو راه بندازیم. بریم من نصبش کنم شما ببینید. توضیحاتی که در مورد این دادم و گفتم قراره میتونین اینو نصب کنین یا از اون پلاستیکی ها. اینجا رو گفتیم این حالت خار میره رو به پایین و این رو به بالا کشیده میشه. گفتیم سطحی که صافه و شکل خار رو به بالا درش میارین. این حالت میذارم. این 2 تا سوراخش تنظیم نیست، دوست داشتین میتونین با یه سوراخ هم نصبش کنین، فقط یکم احتمالا تو جاش راه میره. سطح صاف و صیقل گفتم رو به بیرون، این حالت این برآمدگی ها رو به بیرون که این خارا بتونه دوباره این روش نصب بشه. دوست داشتین اینو نصب میکنین. حالا چیزی که هست من این حالت فکر میکنم زیاد به هم نمیاد، واسه همون نمیخوام اینو نصبش کنم. این سر جاش، این مدلمو میذارم کنار. من گفتم با این بست کارم رو راه میندازم. گفتم سایزش 1/2. ترجیحاً اگه از اون بستای شد که اینجاش خار داره میتونیم با یه تیغ کاتر بکنینش و صاف و صیقل و تمیز باشه و برآمدگیشو حذف کنین که دیگه اونم تو چشم نباشه، یکم دلخوری پیش بیاره واسهتون. 2 تا سوراخی که داریم این حالت، این تک بست تک پیچ و میذاریم کاراشو انجام میدیم. به هر دلیلی مثل الان داریم این سیاه میزنه، رول پلاکاش یکم رفته تو، میتونین دوباره بیاریم با دریل مته آهن یا همون خود مته الماسه ببندیم و یه دونه بزنین، رول پلاک رو در بیارین، رول پلاک جدید بذارین و پیچتون رو ببندین و سفتش کنین. اینجا 2 تا سوراخ داره، گفتم میتونین یکی رو با ملات با سیمان سفید چیزی پرش کنین، نه میتونین همین حالت. پیچم هم 4 سویه. پیچ 4 سو اصولا تو بستن و باز کردن تو کار با یکم راحت تره. میذارم و روی سوراخ بالایی بستم و میبندم. میتونم قشنگ سفتش کنم که سر جاش ثابت باشه تکون نخوره. میتونم یه مقدارم شل باشه که شلنگم تو جاش بازی داشته باشه و خودش زاویه‌شو بگیره و راحت تر باشه. این زیاد دیگه الان دیدی نداره چون رو بالایی بستم. گفتم یا نه میتونیم با سیمان سفید یکم ملات بیارین پرش کنین. اینم شلنگ سر جاش. فکر میکنم به مجموع هم چون لوله پلاستیکیه، لوله تکلایه است و شلنگ هم پلاستیکی، بیشتر بهش میاد. اینم از پایمون به ساده ترین و ارزون ترین شکل ممکن ایرادشو برطرف کردیم و شلنگ سر جاش آویز و از اون کثیفی و اون نجسی که مد نظر بود دیگه اون اتفاق واسمون نمیفته. امیدوارم این کلیپ هم به درتون خورده باشه. ممنون از که تماشا میکنید و با لایک و سابسکرایباتون حمایت هم میکنید. موفق باشید.